زندانم بد نیست آره، از اون بیرون بهتره. آره بابا خیلی حال میده. راستی چرا به تو از این لباس راه ندادن؟ پول نداشتم بگیرم دیگه، نمیخواستم پولیش ازم میگم پول نداشتم بگیرم. آره پول اینم نداشتی؟ نداشتم. خیلی اوضاعت کم میفته. آوردم. آره بابا. ملک پلکی چیزی نداشتی بفروشی بدهیاتو بدی؟ چی نه بابا. چجوری انقدر بدهی بالا آوردی؟ بابا من همین رفتم جنس چکی گرفتم آوردم همه رو زیر قیمت فروختم، چکای قبلی‌ها پاس می‌کردم. اون چکی جدید میدادی که چک قبلیاتو پاس کنی زیر قیمت. من سال 97 با دلار 3000 تومانی کلی جنس اعتباری آوردم، جنس خارجی. بعد دلار همینجوری رفت دلار شد 100,000 تومان. بدهی من از 100 میلیون تومان شد 100 میلیارد تومان. علی چی شد راستی؟ علی هفته بعد اعدامه. میگم بند ما هم خوبه، همه جنس خارجی فروشن، همه بدهی‌ها سنگینه. همه حاج بازاری دارم میزنن. بند بغلیمون همه ایرانی فروشن، همه با 100 میلیون و 50 میلیون اومدن زندان.